با یه ویدیو جدید. سلام بچه‌ها، خوب هستین؟ منم محمدم. اومدیم امروز با سری برنامه پیج گردی. امروز زدیم با پیج ماشین بازی 206 نیستم. حتما بچه‌ها لایک کنید، ساب کنید، این ویدیو واسه دوستاتون بفرستید و این ویدیو حتما واسه خود 206 نیستم یا اون امینی یعقوب نژاد بفرستین تا ببینم. پس بریم. اما بگو ببینم تو با این آقای امین از کجا آشنا شدی؟ من اینو از قبلا، یعنی موقعی که پراید داشت شناختم، ولی موقعی که این عادی نارنجی شد آواد بازسازی کنه بیشتر مشتاق شدم که بیشتر ویدیوهاشو ببینم. منم رفتم پیجشو پایین الان، یعنی تقریبا به اون جایی رسیدم که تازه آردیه رو خریده. یعنی بازم کارش اینه که بیشتر کارش اینه که میاد اینا رو بازسازی میکنه، بعد شروع میکنه اسپورتش میکنه. بله. بریم ببینیم. بیشتر توضیح بدم گنگ میشه مسئله. بریم ببینیم با هم متوجه. سلام، من امینم. عاشق ماشینم و عاشق ماشین بازی. من عاشق ماشینم، 405 نیست، آردیه. متولد 82 ام و رشته مکانیک گاردانی میخونم. عاشق مکانیکی ام. اینم ماشین اصلیمه. بیشتر از همه عاشق 206 ام. الان کمتر کسی میاد ماشین‌های قدیمی رو بازسازی میکنه. مثلا الان بیشترین دردسر که دارن مثلا ماشین قدیمیه، ولی کمتر کسی پیدا میشه که مثلا بیاد ماشین مدل 82 رو بیاد بازسازی کنه. پس خودم همسن خودشه. خیلی حرفا با این خرج و مخارج واقعا هست. متولد 82 ام و رشته مکانیک گاردانی میخونم. عاشق مکانیکی ام. اینم ماشین اصلیمه. بیشتر از همه عاشق 206 ام. تعصب تو رو نکشم، تعصب کیو بکشم؟ مشتی. حالا میگن تو که 206 داری برایش آردی خریدی به خاطر دفع عقب بودنش. جمع کن خودتو. واقعا این کار درسته. ما دیگه هیچی نمیگیم. آدم نباید ظاهر ماشین رو ببینه، مهم باطن ماشینه که خیلی هم سالمه. این طبیعی خودمون همه چیش لخته. آردی 0 تا 100 باید بازسازی شه. حالا با 206 میرم لوازم برای آردی میخرم. باجی سردرنه رو بگیر تو رو خور. این از امروز دو رول کمربند مشکی با دکمه‌اش. چقدر وسیله خریده. خب بریم سلام. پارت 2. الان کمتر کسی دیگه انگیزه مثلا خفن کردن ماشین قدیمی داره. ولی خوب بعد از اینکه رفته این آردیو مثلا بهمون نشون داد کلیاتشو، میخواد صافکاریشو شروع کنه. بریم ببینیم. الان یه جا ماشینیم. نه قطعاتو خریدیم. یک تعدادشو 2 تا گلگیر با سینی عقب. سینی های عقب خود 405. گیراشو عوض کن. این از کاربردهای راکو. کی میگه بده؟ کسی نگفته داشت. این کشه دره. همین الان استوکی برگشتم، مالی نبود. بازی استوکی دیگه باید برم بعد از اون ساعت 1 کردم. ساعت 3 دوباره راه میافتم میرم دنبالش. گیج خوابم، موام برم ریخته. ساعت 5 عصر رو استارت بزنیم. کابوت صندوق باید بگیرم از استوکی ببرم صافکاری. ماشینم احتمالاً یه قسمت هم داده که میاد با عادی دریفت میکشه. اینم ببینیم اون قبل صافکاری البته. الان یه جا ماشینیم. الان بردش صافکاری، وسایلی که خرید دیدین بردش صافکاری. الان بریم اینجا نوشته دریفت، ببینیم چیکار کرده. قسمت 2 داستانای آردی. امروز میخوام دریفت بکشم باهاش. قسمت 2 اولین کار اینه که روغن دفشو کلا عوض کنم. بچه‌ها میدونستید که روغن دف هر تقریبا 60-70 هزار تا بعد اولیش که سر 15,000 تا ماشین صفره. آره صفره. برای اینکه اون چجوری میگم وقتی که نوع قطعات مکانیکی، براده‌های آهن، ریزای آهن، اولین روغنی که میریزن توش اونا رو جمع میکنه. بعدش توصیه اینه که 15,000 تا عوض شه. بعد اون هر 45 تا 50 تا. ولی اگه عوض کنید به مشکل میخوره ماشین. نه بعدا زود مستهلک میشه دیگه. آره. زیبا. زیادم زیبا نیست. اینجا داشتیم دنبال یه جا خلل میگشتیم، چون من خیلی زیاد وارد نیستم به کسی نخوره.
خود خری. اینا دیگه مثلا دف فقط داره به چرخه دیگه میچرخه، ولی مثلا دف جلو مثلا میخوای باش دریفت بکشی اینجوری مثلا. بچه‌ها میشه؟ یه نکته بگم از تجربه خودم. من خودم خیلی ماشین دف رقب داشتم، خیلی هم دریفت بازی کردم و اینکه اگه میخوان ماشین اول اینکه نکنید این کارو، ولی اگه خواستین این کارو انجام بدید برعکس دف جلوه، یعنی به این صورتی که شما فقط باید با گاز کنترلش کنید. گاز. آره گازو بیشتر فشار بدید، بیشتر لیز میخوره، کمتر فشار بدید ماشین رو جمع میکنه. ولی کلا نباید این کار انجام بده. آره. خب مثلا احتمال داره خیلی مثلا خطرناکه. اصلا تو شهر که نه خاکی ماکی پیست جایی. پیست. حالا یه نکته هم هستش، مثلا میخواین با دفعه با دریفت بکشید، یه نکته رو همیشه نگه دارید، تو خشکی‌ها نکشید. اگر میکشید تو بالون و برف چون که یکی اینکه لاستیکاتون درصدش تنید پایین، آجاش از بین نره، یه بهتر کلا این کار نکنید. ولی خب عادی داده تو کوره لنگه یکم بالاتر برو اینجا. بریم شهید راه نقاشی چون اینجا آره داستان آره آردی. کوره میسازن نقاشی بگم بخش بتونه شه الان. بله بخش بتونش رو داره میزنه و اینکه گوشهای در همینجا بتونه سری میزنه. ببینیم چی میشه. بچه ها بعضی جاهای ویدیو امکان داره کپی رایت بخوره، سر اون صداش بسته میشه. آره یه به بزرگی خودتون یوتیوب هم ببخشید. یه مشکل برات پیش آمده. ما نمیخوایم اینجا به اونجا بکشیم. آره حالا اینجاش آهنگشون که خارجی هست، نه ایرانی هم شاید باشه ولی خب چیزی دیگه چی میگن گیر میده داده ما. خواننده هاشون یا سازنده های این موسیقی رو بالاخره کپی رایت میزنن. ولی آهنگ گوش میدیم فقط مسلم فتانی و تمام، چی دیگه گوش داریم؟ احتمالا به جای این صدایی ما آهنگای مسلم فتایی تو ادیت بذاریم. معلوم نیست ولی ببینیم چی خوب. میشه. همش آهنگه. خب همونطوری که میبینید تاکسی بود؟ نه تاکسی تاکسی نبوده. اینا استوک بدن. استوک پیدا کرده، تیکه پیدا کرده. وگرنه تاکسی های ایران هم دفشون زوزه میکشه هم این زنگیه. ولی خب چیکار کنه؟ بالاخره چاره درآمد نداره. درآمد کم شده واقعا، دخل و خرج نمیشه. ولی دیگه خب بریم موقعی که رنگ کوره میشه برو بالاتر. اینجا داستان فکر میکنم داستان کوره. نقاشی کوره. کوره یعنی نقاشی آخره دیگه. خب الان اومده توی داخل کوره. اتاق رنگ. ولی آدم اگه ندونه زیر ماشین نگاه نکنه فکر کنم واقعا 405. الان که ماشین با پیچش کردن شبیه SLX شده. بچه ها بگیم بینم اصلا تفاوت موتور کلا تفاوت 405 به آردی چیه؟ حتما تو کامنت ها بهمون بگین. اما تا یکشو بگو. تفاوتش اینه که موتور عادی موتور پیکانه و موتور پژو XU7 یا TU5 یکی از این هست. آره اون SLX هاش TU5 این یکی هم XU7. آره موتور فرانسوی XU7 هست. رنگ میزنه. ولی یه خوبی که اصلا عادی داره شبیه 405 نیست که زود واشر بزنه. موتور پیکان روشه. آره خیلی مبالغه. خیلی بهتر تره. همینش هم انگلیسی. تازه شم موتورش چون که سرسیلندرش چودنیه ولی این یکی ها آهنه. هم اونه هم شدن جنسشون اکثرا شدن سرسیلندر. تفاوت اصلی این که مثلا میگن اصطلاحا واشر میزنه یا نمیزنه تو اینه که بوشش تر باشه یا نباشه. الان مثلا موتورهای مثلا تیپ شبیه تیپ 2 همین 206 تیپ 2 های خودمون یا مثلا همین 405 و سمند و اینا که خانواده ایکس یو موتورشون اینا خودشون چی هن؟ اینا بوشاشون تره و بیشتر طراحی شده برای آب و هوای سرد مثل آب و هوای همون اروپا و
مثلا بله. شهریه تبریز خودمون، اردبیل خودمون، واسه مکانش سرچی داشته. سرچی رو. بچه اگه میدونید در مورد مکانیک توی کامنت ها بگید بین فرق ماشین کاربراتی با انژکتوری چیه. بله. یکی از فرقاش اینه که سوخت سانیش فرق میکنه. من یکیش رو گفتیم، بقیه‌اش رو شما بگید. تینر ریخ واسه- رقیق شده. در یخچالی شبه کاتافیم. حتما یه 200 که واسه امین برای کلر میزنه روش. احتمالا اون ماده هم که من گفتم تینره، کلره. نه کلر فرق کنه. نه این کلره. میدونم کلر کلر هوایی. آره پولیشو سرامیک بزنی که دیگه خیلی عالی میشه. خب این خیلی طولانی میشه، یکم بزنیم جلو. خب حالا میریم جایی که الان دیگه یکم چیز شد، چی میگم، ماشین درست شد دیگه. از حالا آب و اینو گل من- در اومد. آره. خب میریم بستن لوازم. خب پنوماتیک برای مثال روش من نگاه کنید اینجا سرامیک کرده، اینجا ماشین سرامیک کرده، خالی سرامیک کرده اینجا، ولی ما پنوماتیک دوست داریم. میریم پنوماتیک. پنوشو میریم چیکار کرد؟ آردی امروز باید پنو بشه. چرخه جلو خورد، چرخه عقب مونده. اینم علامت پنوماتیک باز است. این چراغه این از بالونه. نه بالونه جلو؟ جلوه فشار سنج هوا. میدونستید پنوماتیک با کمپرسور کولر کار میکنه؟ دور وصل شد. کمپرسور وصله. با شلنگی فشار قوی هم وصل شده. مثلا کسی که میخواد پنوماتیک کنون ببنده داره 20 تومن واسش آب میخوره. پدال من چیه بابا 40-50 تومن. من میگم فکر کنم 40-50 میلیون تومن الان توی زمستون 402 راحت فکر کنم. معلوم نیست قیمت ها تو بهترین تبلون داره. این دیگه خودش نیست ها، تستی ها، تمام پنوماتیک بنده ها این کار رو خیلی میکنم واسه شیک تست و اینا. ترتمیز. ماشین میتونه پنوماتیکش در فشار بهتر باشه یا نه؟ میبینم که خوشت اومده کیوم هست. خوشگل نیست خودی؟ خب بریم یه قسمت دیگه. حالا یه قسمتش هم هست که ماشین دیگه میفروشه. آره. به آخراش الان مثلا برای مثال اینم توشه، عکساشه، بریم ببینیم. اینجا فکر کنم گذاشته بود برای فروش. نه این عکسای فروشه همون دیگه وگرنه گذاشته آره. برای فروشه باشه. الان میبینید بالا عقب فصل کرده، بلاکش هم 12 مشهدشه. مشهد دیگه مشهد، آره. آره. مشهد و شاخداری. آره اینم خود آقا امینه. آقا امین اگه ما رو میبینی سلام. هر کسی سلام. خب این آردی است. آردی پیزتی. آره این موقعی که آردیو فروخت اومد یه دونه لیفان خرید، بعد لیفان یه دونه پداید رنگ شرابی خرید که معروف شده. بله از اینا که بگذاریم بچه‌ها یه 206 هم خریده یا داشت اینو؟ این واسه قبلا موقعی که پدایدشو اولین پدایدشو فروخت خرید. آره راست. اول پداید 206 عادی لیفان با یه پداید جدید. این 206 هم داستان جداگانه خودشو داره. اگه دوست دارید حتما تو کامنت ها بگید. پارت 2شو میدونید. و اینکه بعد اینکه این 206 رو داشتین آردی رو فروخت و رفت یه دونه از این لیفان X60 داستان آردی نارنجی فروختم. الان باید برم تبیز پلاک کاراشو بکنم. بعد 6 ماه جمع کردن آردی که سوامنه. الان دیگه وقت فروششه. کاش اونقدر پولدار بودم که اینو میذاشتم یه گوشه خونه یه ماشین دیگه گرفتم. خواهش زیاد بلند پروازی بکنی به ناموسم پرواز قیشی بکنی. ولی اینجا ایران است. لامصب انگار جاده چالوسه. پداگاه قدیم که رفت واسه لیفان X60.
نه به چی آقا این ماشین دادیم رفت. ولی بچه یه چی بگم نگه داشتن یه ماشینم نمیدونم، حالا من اینطوری هم که نمیتونم مثلا بیشتر یه سال باش ارتباط برقرار کنم. من خیلی خودم دوست دارم اینو بفروشم، زیاد وابسته ماشینم نیستم و شما هم نباشید، ماشین وسایل نباشید. یه تیکه حالا بنیم میریم. خب دیگه تمام شد. خب پارت از ویدیو رو بریم دوباره پیجش سر بزنیم، نگاه کنیم، اینور کنیم اونور کنیم، حتما لایک کنیم، حتما ساب لایک کنیم. ساب این یادتون نره. ویدیو لایکاش برسه به 10 تا ویدیو بلند میذاریم. ما هر روز هم ویدیو شورت هم شد میذاریم، حتما آره. کنید. حتما نگاه کنید. عرضم به خدمت شما که نگاه کنید، لایک کنید، ساب کنید. اگه خواستین تو کامنت یه نفرم هر چی بگه ما انجام میدیم، هر ویدیویی هر ریویویی ما محدودیتی نداریم. ما خودمونم یه دونه پراید داریم، تبی به اسم تبی، اونم یه قسمتشو رفتیم. اگه بخواین با هم اینو ویدیوهاشو میگیریم میریم جلو. حتما بنویسید. آقا من نمیدونم که، آقا من نمیدونم الان شما چی میخواین، هر چی میخواین، هر چی فکرتون میذاره به ما بگید. چالشی مالشی هر چی دوست دارید. اگه دوست دارین از ویدیو از تبی ویدیو بذاریم یه قلب سبز بفرستین به خاطر رنگ سبز زیباش و اینکه ایده‌تون رو بگین چیکار کنیم و همون ایده‌تون انجام میدیم و کامنتتون هم میخونیم. پس تا یه ویدیو دیگه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار. بدرود.